امینوف یگان کس آمدگی امینوف معلم جون من اومدگی اینجا جای مجلسی پدر و مادران تو چی اومدی؟ امینوف تو خودت کو صنفی 9 میخونی همین مکتب با تو چی میبینی پدر و مادرت کجاشون کنی؟ معلم جون پدرم رسیده مادرم بیمار در خونه خوبه امینوف تو خودت یک بچه شوخترینی مکتب توی کی مجلسی پدر و مادر آمدن با از پشتی اوکاد یا ددد یا مادرت آمدنش نکار معلم جون آینه و صنف هشتم ب کی شکست؟ کی شکست؟ ما شکست معلم جون ما نمیزنیم معلم جون با جای اوچه اومدگی معلم ما فهمیدم بخشید خودت تو اول اب کن بعد گرم میزنی معلم جون دیگه تکرار نمیشه معلم جون منو ببخشید دیدیتون من چقدر آرامانه فهموندم بچه بابای میرگم لبای بچم نخیزید ما سین سال شما حرمت میکنیم نخیزید این صنف نه فرزند شما نه نبیری شما هیچ که نمیخوند شما چی به این مجلس با آمدید شما قراولی مکتب یا روزی گذشته کمیته زنها مجلس کرد همونجا هم شما هستید از وای روزی پیش در مکتب مسابقه چوگان بازی گذشت همونجا هم در اومده گل زدید شما قراول شما حق ندارید لبی دروازه بایستید شما چیکار میکنید اینجا آخی بچم من میگم بر وقت رک شما بروین من سویت صنف بکشم درش محکم کنم دلشو جان بیا بشی یک گجو میریم قصر رسوم هیچ کجا میریم اخنکی دیگه یک چیزی ما در زمستانی خانتون بلد میگیریم تاجیکستان میریم بلد میگیریم ها تو از برای هم بلد گیری مرا فریاد کردی آخه ای اکات امرا میگفتی در همون خونه گرم کارت حل میکردم چخه اینه میگه اکا اینه می با واتساپ اویاکاسی شهروزه زنگ میزنیم بلیتوی ارزون باورناک در 5 دقیقه کارت حل میکنه با تمام دنیا بلیت دوران اکا بلیتوی ارزون خیلی بگیزه کس که دوستان عزیز با شما هم توصیه میتیم که رنگ ما از خانه نبرآمده با واتساپ اویاکاسی شهروزه زنگ بزنید بلیتوی ارزون و باورناک است خیلی سعدی جان تینچ دیگه رحمت اکای مقیم جان شما هم نساز میشه راست دیگه اکای مقیم جان همین روزهای آخر اهمیت میتون شما در تابتون خیره خیلی جوری جانی من باشی زندگی را نگاه کن یک طرف بیزنس یک طرفی دیگه خانه دا میبیوی دمگیری که همین زوجم این همینجا دا آوردگی هایی این کار چیکار وای کار چیکار قطعی کیین شما چی گپای برای چی اینجا یک طوری موی زنانه چی به شما بوی دوخی زنانه من همینجا آوردگی هایی اخی رنگ من نکردی چی؟ چی؟ عمر آنی نمیجام دو آورد گوش ما اینه مخور روزی دروز غرغر ایتی من خیبور بله خای یا ماشینی مرسدس سیچکا گرفتم دادم شا سیچکا وای زنها سرعت نقص میبینن کو یکم پاورو دای خچای میره در درخت میزنم تیت پیت تمام یعنی که تیز میرونه و هم میزنم فکری زورای برادر فکر زور پیش خدمت گپ زن خورو کبیرا سعدی جون السلام علیکم اکای مقیم جان علیکم نازن سوزین همین یا واگن بور اومدگی بود از استانسه میرم بچه‌ها قطعه فلوران و ها قبول کنیم بورا کار بسیار اکا ای کارمون او کار چه شید او کار کم کار چه اوخ مسئولیت دادون کو بیا ما قطعی مسئولیت نته دیگه چی با سچکا بگیر یکم پاورو دای خود شای گرفتم دادم هفته گذشته و بعد چی گپ این روز دوشنبه خانه آچم میرم من گفتم بر زنک جون زپرافکو تکاگیم بر زنک جون گفتم همین ساعت 10 برآمد همین شمال وری رفت من گفتم خدا را شکر میشد خدا خواهد زد یکم پاورو دا درخت ریشه کن ماشین وستنوید نمیشه پچق شد این خودش از خانه دا خوراک پختسته نه اکا حتی مسئولیتت بم بره بخدا نه تیخی مسئولیت رو اکای مقیم جان نبای همه میدونه که شما بوی به دولتین یا فراری بگی فراری قیمتی های هم سپارتیونی های و روی میلیون میره میزنه اکرات کو تیت پیت میشه فراری بگیر میگه فراری بگی اکا جان میگه فراری قطعی مقصد دا میرسم کنش نه که همانی مسئولیت دا رحمتی کلام فراری غلام قادر میفروخت فراریشم بله هوای میگیرم من خیر نظم خیر اکای مقیم جان السلام علیکم سعدی بیامون آدم پودم نبودی چی با اکا
بیا سلام کنیم السلام علیکم مصلحتای تو یه روز سری خودم میخورد با فکرم چی با فراری خر گفتی گفتم نه فراری خریدم مالادس می کلام ده خریدم آفرین انا ینگت دادم من گفتم برا بزه هایک بگرد اینا یکم پاوروتا گذاشت دویومش گذاشت سه سیم چوب 7 درخت 7 تن ماشین رفت نقص کو اینا ماشینی نه پناه داشتگی و انا خونی اوچاش بردستم ینگت او ینگت چی بنا میره اکای مخیم جون اینجا بس آخرون مسئولیت آخرون با فکرم اول من میرم بعد ینگت میرم نه اکا جون مسئولیتای تو سری مرا خوردیستای اکا جون سوما خوردیستای مسئولیتای تو اکا جون یک تا یگوار بگیرین یگوار این بهترین ماشینه تیزای ماشین این ایوار تیز میره بو میگو یگوار گیرم سری ینگت میخوریم سر هو بنده میخوره 100% و ببین جواشکا خویش ببین این با فکرم مرا میکشاین مالی لیکی همی یگوارش هم میگیرم میبینیم لیکی گوش کو همین مسئولیتای تو باوری ایق باوری ندارم و خیلی مالی یگوار باشد یگوار با نغزیهای دنیا خیر اینا رفته استم جان موفقیت اکا جون دعوت کردین تینجی با بیا موسادی جان همین طرفخانی خودم دمت رو برای چی دعوت کردم مصلحتای پوچ چتقتی نشدی اینا فراری بگیریم بوگاتی بگیریم یگوار بگیریم ماشین بگیریم یکم پاورود ایانگای هم مگه پت خشک و خولیا فهمیدی یا مردک ماده الکترومبیل داد با جای قرضش همون گراژ ماندگی بودم یه روز همون ینگت چی میگه بازار برای مردک من گفتم مالی برای همون ماشین بگی الکترومبیل همین رفت گیرون میکنه که جوش تا در گرفت همون جوش تا در گرفت با خدا توبه کردم دلت گنده نشود یه علاقه شش ماشین انا الکترومبیل جوش تا در گرفت فهمیدی انا که ما این پرنده آزادیم چی میخوری برادر تو باشی یگوار بوگاتی فراری سونه جو ساخت فروختی بربوسا سعدی جان دو روز قطعی همه اتام کمازا بالونش سوز کرده حسابده اینا میام من سوما دارم با پیش گذشت روز هم پیش اگرو تیمو هم دید که سگ ما کده سای همین خیلی چزور گرفت درآمد که گازید اینا دستش گازید بعد دیگه جنجالم کردن دیگه کشم کردن بعد گیر تو فروختم میشه دیگه سونا جان تو باید وای سگ نمیفروختی وای سگ اون قصه زوری بود که نه خونی مون رو با میدروم نه خونی همسایه نه خونی شما دلمون پر بدوخی راست میگو سعدی جان خب من قگیزا این منیجا قلبگی می عروس شد نیست اوه یا وقتا بود چوکر منیجا تینجیه سعدی جان نپرسه پلیساس در سوید موندگی بود پام در پلیساس رسید سبیل مونده پلیساس یک نمود زدگمه که اگر در گوشتینگ هم تایی نمیزنم آخه فهمیدیم پوتا زده او دست چی دی بستی؟ او بزنه با من میستودم